سلام مجدد، خوش اومدین به این جلسه. و تو این جلسه من میخوام دو سه تا موضوع رو خیلی کلی، خیلی سریع بهتون توضیح بدم و حالا نمیخوام خیلی به جزئیاتش بپردازیم. اولین مسئله واژه‌ای هست به نام سینتکس که شما احتمالاً این رو میشنوید در طی دوره یا حالا خارج از این دوره هر جا. سینتکس ما به مجموعی از قواعد و اصولی میگیم که توی هر زبانی برای برنامه نوشتن استفاده میشه. مثلا توی زبان سی پلاس پلاس میگه که شما باید حتما سمیکالن بذارید انتهای هر خط کدیتون، و اگه مثلا میخواید یک شرط بنویسید حتما باید اون داخل پرانتز باشه. و در نهایت میبینیم که به یک شرط کوچیک من اگه میخوام بنویسم مفهوم شرط رو میخونیم بعدن. این کد کوچیک رو اگه دقت کنین، حالا که چی کار میکنه رو خیلی کار نداریم هرچند که مشخصه. این کد کوچیک رو مثلا ما داخل سی پلاس پلاس اگر داشته باشیم، همین رو اگه بخوام داخل پایتون بنویسم، نوشتنش به این صورت میشه، به این شکل. تفاوتی که این دوتا کد با هم دیگه دارن دقیقاً تفاوت سینتکس زبان سی پلاس پلاس با زبان پایتون، که خب همین الان دیگه تا یه حد زیادی متوجه شدیم منظور از سینتکس چیه، اون نوع نوشتار. مثلا میگیم زبان فارسی از راست به چپ، زبان انگلیسی چپ به راسته، یا توی زبان فارسی اول نمیدونم فلان میاد، آخر سر مثلا انتهای جمله بعد فعل بیاد و اینجور چیزا، که تو انگلیسی ممکنه سری چیزاش متفاوت باشه. و به اینها ما میگیم سینتکس یک زبان برنامه نویسی. مورد بعدی که هست توی سینتکس پایتون ما میبینیم که چیزی داریم به اسم دندانه گذاری. اگر قبل از این با زبان دیگه برنامه نویسی کرده باشید از خانواده زبان سی، میبینید که اگر مثلا میخوایم شرط بنویسیم، همون مثال قبلی رو اگه میخوایم بنویسیم، باید حتما کروشه بذاریم و بگیم که خب اگر این شرط برقرار بود شما بیاین خطوط کد رو اجرا کن، یا مثلا نمیدونم یک متغیری تعریف کن، یا همچین چیزایی. حالا این مفاهیم رو بعدا با هم دیگه میبینیم. اما توی پایتون این کار رو ما انجام نمیدیم. توی سی پلاس پلاس اگه این دو خط رو ما بچسبونیم به این عقب، این کار میکنه. اگه بیایم همه رو توی یه خط بنویسیم، این کار میکنه. اما پایتون اینطوری نیست. پایتون میگه شما به جای کروشه از تب یا اسپیس استفاده کنید. مثلا اگر میگید if x کوچکتر از 2، میخواید مشخص کنید که خب اگر این شرط برقرار بود چه کدهایی اجرا بشن، باید پشتش تب بذارید. مثلا میگید پرینت کن هلو و مثلا یک متغیری میسازیم به اسم آ، و حالا اگر خواستیم کدای دیگه رو بنویسیم دیگه تب نمیزنیم. الان اگر من این برنامه رو اجرا کنم، اگر x من از 2 کوچیک‌تر باشه، این دو خط اجرا میشن و بعد این خط اجرا میشه. اگر x من از 2 کوچیک‌تر نباشه، این دو خط اجرا نمیشن ولی این خط بعدی اجرا میشه. علتش چیه؟ اینه که پشتش این دیگه تب نداره، یک دندان از اینها اومده عقب‌تر قرار گرفته. این تبی که من میزنم 4 تا اسپیس، یعنی به اندازه 4 تا اسپیس داره تایپ میکنه واسه من. شما میتونید تب بزنید، میتونید خودتون 4 تا اسپیس بزنید، دست خودتونه. من تب رو ترجیح میدم. کاری با مفهوم شرط و اینا فعلا نداریم، جلوتر تو قسمت های بعدی میخونیمش. فقط خواستم این دندانه گذاری رو بهتون نشون داده باشم که حالا اگر زبان دیگه کار کردین از قبل بدونین این رو، اگر هم نکردین که حالا چشمتون آشنا باشه، بدونین که این تبا مهمه. اگر من این تب رو نزنم، این خط کد توی برنامه من ارور میده به این شکل. اینو پاک میکنم فعلا. پس دندانه گذاری رو هم گفتم. یک مورد دیگه هم هست که اگر قبلا برنامه‌نویسی کار نکردید شاید براتون نمیدونم اونقدر فکر نمی‌کنم ناآشنا باشه. برنامه ها توی پایتون اینطوری که خط به خط اجرا میشن. توی تا جایی که من می‌دونم اکثر زبان ها همینه و برنامه ها همین شکلی که من می‌نویسم، پرینت مثلا هلو، بعد مثلا پرینت سلام. این هر چند تا خط که باشه، 10,000 خط هم که باشه، خط به خط پشت هم اجرا میشه. میبینیم که خروجی ها دقیقا به همین شکل شد. به جز بعضی موارد که مثلا ما از شرط ها استفاده کنیم، میخونیم جلوتر که بگیم آقا این خطوط کد اجرا نشن، اینها اجرا بشن، یا مثلا اینها اجرا بشن، اینها اجرا نشن، یه همچین چیزایی. یا از حلقه ها استفاده میکنیم که میگیم خب رسیدی به اینجا، برگرد برو از این بالا دوباره تکرار کن کدت رو. یا حالا از تابع استفاده کنیم، بگیم آقا رسیدی به اینجا، برو یک جای دیگه از کد اون اجرا کن و دوباره برگرد بیا به همینجا.
اینها رو ما داریم، اما در کل اینطوریان که خط به خط اجرا میشن تا برسه به انتهای خط. و وقتی به انتهای خط میرسه، آخرین خط برنامه بسته میشه خود به خود و خارج میشه از اجرای پایتونش. این سه تا موضوع رو بهتون گفتم، خیلی پایه‌این و جلوتر باشون آشنا میشیم. اگه این ویدیو، من یه سری مطالبی رو گفتم حالا مثل شرط و حلقه و اینها که هنوز نخوندیمش، اینها اگه براتون آشنا نیستن، جلسه‌های بعدی اینا رو با هم دیگه یاد میگیریم. زیاد حساسیتی سر این موضوع نداشته باشین. فقط این مباحثی که بهتون گفتم خواستم که به گوشتون آشنا باشه. این از این، و جلسه بعدی میبینمتون.